اینجا دارم یه حلیم 2 نفره درست میکنم. شب موادش رو به این مرحله رسوندم و پختم، میذارمش توی یخچال بمونه، فردا بقیه کاراشو انجام میدم. درشو بذارمش توی یخچال. دیگه کارای آشپزخونه‌ام تموم شد. خب الان اینجا صبح شده، صبح جمعه هستش. من حلیمو دیگه گذاشتم یه مقدار روی حرارت بمونه. بعد اینکه روی حرارت گذاشتم داخل غذاساز میریزم و یه مقدار میکسش میکنم. یه تیکم از گوشت سینه مرغ دارم، تو صافی میذارم و از صافی رد میکنم، توفالش رو در میارم. مرغ رو هم که ریش کردم حالا یا میکس کردم بهش اضافه میکنم. اینم از مخلوط حلیممون. روغن زیاد نریختم به نظرت؟ نمیدونم، خودم فکر کردم شاید روغنش زیاده، ولی یه حلیم جمع جور شد دیگه. این مقداری درست نکرده بودم. نه دیگه، گفتم همون اندازه یه وعده باشه، نمیخواستم بمونه. درود به همگی، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و عالی باشین. امروز هم قراره که با یه ولاگ و روزمرگی در خدمتتون باشم و اینکه امروز قراره برم بیرون، یه مقدار خرید دارم، ویدیوشو میگیرم. شما دوستان عزیزم هم با من همراه باشید. بعد عجله میکنه فندو. ما الان پاییزه ولی تو حیاطمون هنوز گل داریم. گلای کوچیک همیشه در میاد. این درخت هم عینه که حالت گرد باید باشه اصلاح نشده، همینطوری رشد کرده. اونم توت درختش قشنگ زرد خوش رنگ شده. خب ببینیم که فندق و هوافز کجا هم. هوا هم که خیلی خوبه. نگاه کن نمیاد. فندق کجا میری فندق؟ بریم بودو بیا بودو. هر سال تا این موقع کلی بارون یا برف می اومد اینجا. الان حسابی خشکسالی هم شده و کمبود آب و دیگه باید خیلی رعایت کنیم. ابوالفضل و فندق از اون سر میان. من میرم خریدم و انجام میدم. اومدم باغ سپهسالار، میخوام ببینم حالا پوتین و ایناش چجوریه، چون با فندق بود نمیتونست با من بیاد. اینا فضله
کیف نمیده کلا. ما از بیرون اومدیم، خریدمونم کردیم. آقا ماشین رو پارک کنه بریم بالا. خب اینم خریدیه که من انجام دادم دیگه. کفشا و حالا پوتینا قیمت‌های مختلف داشت. قشنگم نتونستم ویدیو بگیرم دیگه، تنهایی که میرم خیلی راحت نیستم. از باغ سپهسالار که میای بیرون اون دست خیابونش یه دونه پاساژه، رفتم داخل پاساژ. این کیفرم اونجا دیدم خرید کردم. یک کیف ساده، یه تزیین خیلی کوچیک روی بندش داره. این کیفرم برای عسل گرفتم چون اون کیفای بزرگ استفاده میکنم. من خودم کیفایی که بزرگ باشه رو راحت نیستم، همیشه کیفام جمع جور و کوچیکه. خب اینم از این. حالا میخوام برای فردا هم برم، یه دوره همی داریم که آبجی کوچیکم این دوره رو گرفته، دوره همی خانوادگیه. بعد یه کوچولو هم از اونجا میگیرم. امیدوارم که خوشتون بیاد. سمبوسه ها که داره سرخ میشه. آره یه تیکه گفتم یه تیکه بگیرم، توی لحظه چیز کردم. این کیکارم فرزانه خودش درست کرد، اینم من خونه درست کردم آوردم. یه مدت اگر درست کنی دیگه فول یاد میگیری، اصلا روتین انجام میدی. خب دوستان عزیزم، اینم یه ولاگ و روزمرگی دیگه با من بود که شما دوستان رو با خودم همراه کردم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که نظرتون رو راجع به ویدیوها برای من کامنت بذارید. مرسی که مثل همیشه همراه هم بودین. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.